بعضی زنهایی هستند که در روز قیامت همچون زیناکار شناخته می شوند. در نامه اعمالشان زیناکار نوشته شده است، حالا آن که باری هم زنا نکرده اند. این به سبب آن است که در دنیا عطر زده بیرون می رفتند و بوی عطرشان در مشام مردها می رسید. شما زنها گناه آن را اندک می شمارید، ولی آن در نزد خداوند گناه خیلی بزرگ است. خداوند می فرماید و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، یعنی شما گناه آن را اندک می شمارید، ولی آن در نزد خداوند خیلی گناه بزرگ است. در روایت نسائی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر زن عطر زده به بیرون براید و بوی عطر او در مشام مردها برسد، پس این زن زیناکار است. خواهران عزیز، هرگز عطر زده به بیرون نبرایید و آخرت خود را برباد ندهید. اگر نصیحت کردن نمیتوانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند، برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.